سلام، می‌خواستیم نکاتی که باید رعایت کنیم برای زدن چادر، نکات اولیه و مهمش رو بهتون بگیم. ترجیح هم چادرتون زمینی که براش انتخاب میکنین از زمین اطرافش بالاتر باشه و تا میتونین جایی که احساس میکنین سطحش پایینه و با بارش زیاد بارون آب جمع میشه چادر نزنین. زیر اندازه چادر همیشه باید یا اندازه چادر باشه یا کوچیک‌تر. اگه زیر اندازه چادر بزرگتر باشه وقتی بارون میاد این آب میره زیر چادرتون جمع میشه. این نکته خیلی مهمیه که خیلی ها رو تو طبیعت موقع بارون اذیت کنه. پوش باید حتما بعد از چادر باشه که وقتی آب میریزیم بعد از چادرتون بریزیم. نکته بعدی که ممکنه براتون اتفاق افتاده باشه تو کم اینه که صبح از خواب بیدار شین و ببینید گوشه های چادرتون یا لباساتون که کنار گذاشتین همش خیس شده. دلیلش اینه که رطوبتی که توی چادر هست به دیواره های چادر حالت شبنم میشه و باید قاعدش از چادر بچکه بیرون چادر. ولی وقتی شما پوشتون به چادرتون چسبیده باشه این شبنم‌ها به خود چادر میرسه و چادرتون خیس میشه و کنارهای چادرتون خیس میشه. برای اینکه این اتفاق نیفته یه سری تسمه 4 برای چادر هست که وسط چادره، اینا رو با بند میکشین میخ میکنین به زمین که این فاصله رعایت بشه و بدنه خود چادرتون خیس نشه و این شبنم‌ها به بیرون چادرتون هدایت بشه. نکته بعد که باید بهش خیلی دقت کنید موقع چادر زدنتون تیرک‌ها کامل توی هم رفته باشه و اگه اینجوری حالت نصفه باشه و شما چادرتون رو بزنید تیرکتون میبره و دیگه به درد نمیخوره. و آخرین نکته این که چادرتون رو حتما با فاصله حداقل 10-15 متر از آتیش بزنید، چون اگه یه باد تو طبیعت بیاد خیلی راحت میتونه پوست چادرتون رو سوراخ کنه.